سلام به شما. امروز میخوام یه نگاه عمیق بندازیم به تاریخ یکی از حیاتی ترین آبراهای جهان، یعنی خلیج فارس. سلام. بله، موضوع خیلی مهمیه. 2 منبع داریم جلومون. یکیشون تاریخ پرفراز و نشیب این منطقه رو از دوران باستان میگه و اون یکی به ارتباط جالبش با کانال سوئز میپردازه. درسته. هدفمون اینه که با هم کشف کنیم چرا این منطقه همیشه انقدر مرکز توجه بوده و چه چیزایی سرنوشت استراتژیکش رو شکل داده. پس شروع کنیم؟ حتما. میریم سراغ ریشه های عمیق تاریخی خلیج فارس. نقشی که توی تمدن‌های قدیم داشته، اینکه چطور یه شاهراه تجاری بوده و اینکه رویدادهای جهانی چطور روش اثر گذاشتن. دقیقاً. مثلا همین کانال سوئز که گفتید، ببینیم چطور اهمیت ژئوپلیتیکش رو تغییر داده. بسیار خوب. از اول شروع کنیم. منبع اولمون یه تصویری از جغرافیای منطقه میده. میگه یه دریای نیمه بسته است، گرمه و با اقیانوس هند وصل میشه. یه مشخصات کلی اولیه. آره، اما نکته‌ای که واقعاً جالبه و این منبع روش تاکید داره، نقش محوریش برای تمدن‌های بین النهرین و ایران بوده. بله، تمدن‌هایی مثل سومر، ایلام، آشور و بعدش هم امپراتوری‌های بزرگتر، مثلا هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان. همشون به شدت به این آبراه وابسته بودن. ببینید این فقط یه مسیر آبی ساده نبوده، شریان حیاتی بوده که بین النهرین رو وصل می‌کرده به هند، حتی به مصر. یعنی مسیر تجارت اصلی بوده. اصلی. فکرشو بکنید، کالاهایی مثل مرواریدهای خیلی گرون قیمت، خرما، ادویه‌های کمیاب، همش از طریق همین آبها جابجا می‌شده. اقتصاد اون دوران رو همین شکل میداده. تو منابع خیلی واضح به اسم خلیج فارس اشاره شده و قدمت تاریخیش. جالبه که حتی نویسنده‌های یونانی و رومی هم همین اسمو به کار می‌بردن. همینطوره. انگار این اسم یه جورایی نشون دهنده قدرت و نفوذ امپراتوری ایران تو منطقه بوده. درسته؟ دقیقاً. این اسم بی‌دلیل نبوده. هخامنشیان و به خصوص ساسانیان نیروی دریایی قابل توجهی تو خلیج فارس داشتن. روی مسیرهای تجاریش مسلط بودن. پس فقط اسم نبوده. نه اصلاً. یه واقعیت ژئوپلیتیک پشتش بوده. حتی اون سفر معروف نئارخوس، دریاسالار اسکندر، از دهنه سند تا بین النهرین. آها، شنیدم راجبش. اونم از همین خلیج فارس اومده. این خودش نشون میده که چقدر این منطقه از نظر دریایی حتی تو اون دوران باستان مهم و شناخته شده بوده. میرسیم به دوره بعد با ظهور اسلام. این اهمیت تجاری انگار نه تنها کم نشده بلکه بیشتر هم شده. ادامه پیدا کرده. بله. بنادری مثل سیراف، بعدش هرمز، اینا مراکز خیلی مهم تجاری شدن. انگار محل تلاقی شرق و غرب بوده. دقیقاً. مراکز پررونق تجارت جهانی بودن واقعاً. اما منابع میگن این وضعیت همیشه اینجوری نمونده. این دوران طلایی انگار با یه چالش جدی روبرو شد، نه؟ بله. یه نقطه عطف مهم اوایل قرن 16 میلادیه. ورود پرتغالی ها. بله، با کشتی‌های جنگیشون اومدن و نظم سنتی منطقه رو کلاً به هم ریختن. رویکردشون نظامی بود. قلعه‌های استراتژیک ساختن، مثل همون قلعه معروف هرمز. برای کنترل تجارت؟ دقیقاً. دنبال تسلط کامل بر این تجارت خیلی سودآور بودن. منابع میگن دوره خیلی پرتنشی بوده، پر از درگیری. ساختار تجارت منطقه کلاً عوض شد اون موقع. اما ایرانیات دوره صفوی واکنش نشون دادن. یه اتفاق مهم سال 1622 افتاده. اخراج پرتغالی‌ها از هرمز. آره، ولی با کمک کی؟ کمپانی هند شرقی بریتانیا. این لحظه تو منابع خیلی پررنگه. انگار یه دریچه باز شد برای نفوذ یه قدرت جدید اروپایی. دقیقاً همینطوره. این همکاری اولیه زمین ساز شد برای نفوذ تدریجی و روزافزون بریتانیا تو منطقه. چطوری این نفوذ بیشتر شد؟ ببینید، تو قرن 19 بریتانیا به بهانه مبارزه با دزدی دریایی که یه واقعیتی هم داشت ولی یه دستاورد استراتژیک هم بود، شروع کرد به بستن قرارداد با شیخ‌های محلی سواحل جنوبی. قرارداد؟ چه نوع قراردادایی؟ مثلا یه معاهده خیلی مهم هست به اسم پیمان عمومی دریایی، سال 1820 با همین حاکمای محلی بستن که بعداً معروف شدن به امارات متصالح یا تروشال استیتس. این قراردادها چی میگفتن؟ این قراردادها و چیزای مشابه بعدی عملاً خلیج فارس رو تبدیل کردن به یه منطقه تحت الحمایه بریتانیا، یعنی کنترل دست اونا بود.
چقدر طول کشید این وضعیت؟ بیش از 150 سال. اول کمپانی هند شرقی، بعد هم خود دولت بریتانیا بازیگرای اصلی اینجا بودن. قرن 20 هم که دیگه کلاً داستان عوض شد. نفت کشف شد و اهمیت خلیج فارس دیگه چند برابر شد. شد قلب انرژی جهان. تصاعدی رفت بالا اهمیتش. همزمان طبق چیزی که تو منابع میخونیم نفوذ بریتانیا کم کم داشت کم میشد تا اینکه بالاخره سال 1971 نیروهاشون خارج کرد. و همین خروج بود که مستقیما منجر شد به تأسیس کشور امارات متحده عربی. دقیقاً. خب حالا بیایم سراغ منبع دوم که تمرکزش روی کانال سوئزه. بسیار خوب. بازگشایی کانال سوئز تو سال 1869 این انگار یه انقلاب بود تو تجارت جهانی. قطعاً یه رویداد تحول آفرین بود. مسیر دریایی بین اروپا و آسیا به طرز باور نکردنی کوتاه شد. سفری که هفته‌ها طول می‌کشید شد چند روز. خب این چه تأثیری داشت؟ خب مستقیما اهمیت استراتژیک دریای سرخ رو خیلی برد بالا و به طور غیر مستقیم اما خیلی مهم روی محاسبات ژئوپلیتیک مربوط به خلیج فارس هم اثر گذاشت. منبع دوم خیلی تاکید میکنه که سوئز چقدر برای بریتانیا حیاتی بود، مخصوصاً به عنوان راه اصلی به هند، مستعمره کلیدیشون. بله، شاهرگ امپراتوری بود براشون. تا جایی که دیزرائیلی نخست وزیر وقتشون یه حرکت خیلی جسورانه میکنه و کلی از سهام کانال رو میخره واسه بریتانیا. بله، اون خرید معروف سهام از خدیو مصر. سوالی که پیش میاد اینه، این تمرکز شدید روی کنترل سوئز دقیقاً چه اثری روی سیاست‌ها و میزان توجه بریتانیا به خلیج فارس گذاشت؟ این دوتا منطقه تو استراتژی بریتانیا رقیب هم بودن یا مکمل؟ نکته جالب که منابع بهش اشاره میکنن همین رابطه پیچیده است. ببینید، خلیج فارس از طریق تنگه هرمز و کانال سوئز گاهی مکمل هم بودن تو مسیر تجارت جهانی. یعنی هر دو لازم بودن. بله، و گاهی هم یه جورایی رقیب استراتژیک هم محسوب می شدن. هر دو برای تجارت بین المللی حیاتی شدن. مخصوصا بعد از کشف نفت دیگه برای حمل و نقل انرژی اهمیتشون فوق‌العاده شد. منبع دوم آمارهایی هم میده؟ بله، آمارهایی میده از افزایش شدید ترافیک کشتی‌ها تو کانال سوئز درست بعد از بازگشایی که نشون میده چقدر مقیاس این تحول بزرگ بوده. کانال سوئز خیلی سریع شد یکی از شلوغ‌ترین و مهمترین آبراهای دنیا. و وقتی به قرن 20 نگاه میکنیم انگار هر دو تا منطقه پر از بحران‌های ژئوپلیتیک بودن. بله، متاسفانه. بحران سوئز سال 1956 که دنیا رو تقریباً تا لب جنگ برد و درگیری‌های پشت سر هم تو خلیج فارس، جنگ ایران و عراق، جنگ‌های بعدی. کاملا درسته. منابع نشون میدن که این آبراها همیشه کانون رقابت بودن بین قدرت‌های بزرگ، اول بریتانیا، بعدش آمریکا و شوروی و همینطور قدرت‌های منطقه‌ای. دقیقاً. منبع دوم اینو خوب روشن میکنه که چطور تلاش برای کنترل یا حداقل نفوذ روی این گذرگاه‌های آبی حیاتی شده یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی قدرت‌های جهانی. مخصوصاً بعد از نفت دیگه. دقیقاً. وابستگی روزافزون دنیای صنعتی به نفت خلیج فارس و اینکه باید امنیت مسیرهای انتقال این نفت تضمین بشه، حالا چه از سوئز، چه از مسیر طولانی‌تر دماغه امید نیک، این اهمیت استراتژیک رو دیگه به حد فوق‌العاده‌ای رسونده. پس اگه بخوایم یه جنبندی از اطلاعات این منابع داشته باشیم، به یه تصویر چند لایه از خلیج فارس میرسیم. بله. اینجا فقط یه گستره آبی نیست، یه صحنه است که هزاران سال تاریخ، تجارت جهانی، ظهور و سقوط امپراتوری‌ها، رقابت قدرت‌ها و امروز هم خب جریان انرژی حیاتی جهان روش نقش بسته. و کانال سوئز هم به عنوان یه شریان کلیدی دیگه نقش تعیین کننده‌ای داشته تو شکل دادن به تجارت جهانی و معادلات ژئوپلیتیک منطقه و جهان. سرنوشت این دوتا منطقه همونطور که منابع نشون میدن خیلی به هم گره خورده. جدایی ناپذیرن انگار. خب با این بررسی عمیق‌تر تو منابع دیدیم که تاریخ خلیج فارس واقعاً چقدر طولانی و پر از ماجراست و اینکه چطور اتفاقاتی که شاید به ظاهر دور به نظر بیان مثل بازگشایی کانال سوئز میتونستن مستقیما روی سرنوشتش اثر بذارن. درسته. دیدیم که چطور انگیزه‌های اصلی از تجارت مروارید و ادویه شیفت کرد به نفت و چطور رقابت قدرت‌ها همیشه یه بخش ثابت این داستان بوده. نکات کلیدی که فکر می‌کنم برای شما مخاطب عزیز مهمه از این منابع بگیریم اینه. اول اینکه این اهمیت استراتژیک خلیج فارس یه چیز جدید و مدرن نیست. ریشه‌هاش تو هزاران سال تاریخه.
خیلی عمیقه. دوم این که دنیا چقدر به هم پیوسته است. اتفاقات توی نقطه کلیدی مثل مصر و کانال سوئز میتونه موجهای تاثیرگذاری تو مناطق حیاتی دیگه مثل خلیج فارس داشته باشه و برعکس این ارتباط دو طرفه است. و به عنوان یه نکته پایانی که شاید بد نباشه شما هم بهش فکر کنید، با توجه به این تاریخ طولانی که تو منابع دیدیم، تاریخی که پر بوده از رقابت، تغییر توازن قدرت، تلاش برای کنترل این آبراهای حیاتی، بله. به نظرتون آینده این شاهراهای استراتژیک تو دنیایی که انقدر سریع داره تغییر میکنه، با قدرت‌های جدیدی که دارن میان، منابع انرژی جدید چطور میتونه باشه؟ آیا این الگوهای تاریخی که بررسی کردیم یه جورایی سرنخ‌هایی برای آینده هم بهمون میدن؟ یه سوال برای فکر کردنه.